مدل ایده و خلاقیت براتون آوردم که بتونین خیلی راحت با وسایلی که داخل خونه دارین کارهای دستی و زیبا انجام بدین و بتونین فرزندانتون رو داخل منزل سرگرم کنین و حتی برای قشنگتر شدن اتاقشون ازش استفاده کنین. این ویدیو رو با دقت تا انتها نگاه کن تا یاد بگیری و بتونی ازش استفاده کنی و اگر میخوای این ویدیو رو دانلود کنی اون رو اد استوری کن و بعد از اون دانلود کن. اگر به کاردستی علاقه داری و از این آموزش خوشت اومد، ممنون میشم برای حمایت از این آموزش کلمه کاردستی رو کامنت کنی و اون قلب بیرنگ زیر پستم رو قرمز کنی و برای دوستاتم ارسال کنی تا بتونن از این آموزش ها استفاده کنن. با کمترین هزینه داخل منزل میتونی کودکانتون رو خلاق کنی و اونها رو سرگرم کنی. این آموزش رو برای مامانایی بفرست که بچه‌ای کوچیک دارن و درگیر خلاقیت و سرگرم کردن کودکانشون هستن.